دوستان. پشمام سستانی شد. خب دوستان سلام چطورین؟ امروز اومدیم آموزش بریج ها. بریج های خدا بهتر آموزش بریج ها. خب امروز اومدیم آموزش بریج ها. چند بار روی آموزش بریج ها. فقط لطفا لایک و ساب کنید که بریج جدیدترین بریج جهان رو بهتون نشون بدم. شاید هم قدیمی باشه، بس فقط لایک و ساب کن. اولین بریج، اسم بریج رو میذارم بریج XP. یه بریج اشتباه من چی میگم؟ خب بچه ها هم با لوبیاس بدون لوبیاس. بعدا هم ویدیو بعدی هم سینگت من. خب بریم آموزش بریجه. قرار رو روانتون نریم. بریج های نوع دیگه. بابا نکن فست بریج از همه معروف ترینه. فست بریج زدم. یه لحظه باید صدام ازتون دور بشه. What the fuck? چجوری؟ بکنم این دو نوع پس بریج داریم. این دونه اینکی که استادشم ولی همم شاید بیفتم. بله که درست گفتم. حالا این نوع پس بریج. این نوع پس من یه بریج دیگی همون گاد بریج رو هوا اسمش نمیدونم. این بریجه رو استادشم ولی که نت به بچه اکانت پریمیوم دارم های پیکسل. اگرم این ویدیو 100 تا لایک بخوره آموزش خرید اکانت پریمیوم واسه تون میذارم. اکانتی که وارد مای منو های پیکسل یا سرورهای دیگه. خب اینجا استادشم. من یه چیزی بهتون بگم. این بریج رو هوا گاد بریج رو هوا رو و با این و با فست بریج هم بگیم قاطیش کنیم. چطوری؟ الان بهتون بگم. خب اینجا اینطوری هم خیلی وقتی که به زورج بازی نکردم. ببخشید واسه شما. الان اینجا فست بریج میزنیم.
الان فصل بریج زدیم. خب یاد گرفتیم. اول میریم رو هوا. الان فصل بریج میزنیم. فشار دارم میخورم. فصل بریج. خب بچه ها امروزشون میخوام تموم نکنم. و یکم هم بریجی بود. خب این بریجی بود. خب یکی نت خراب شد. آها این سگا یادم یه لحظه یادم اومد. خب اینجا اینو میزنی. نگاه پیچیده شدم به خاطر ویدیو. فقط لایک و ساب کن تا انرژیم برگرده. یکم بیچه میگم بچه یه لحظه یک دستم گرم میشه. یکم فیس میکنین که ویدیو دارم تقلب میکنم. یه لحظه اسم میکنین تقلب دارم میکنم از ویدیو بقیه کپی میکنن. یه پک امیر سالاری ها اسم کنین امیر سالاری. خود چه قشنگ پک امیر سالاری قشنگ و زیباترین زندگیم. لازم پکم عوض کنم. پک دستی رو خیلی عشقش دارم ولی اما این زندگی نمیدونم. الان پک دستی الان باید یکم بهتر شدم. چرا این سوال این 16x اینا 16x ولی این اسم میگم چقدر بزرگه. خب یکم قوی شدم با پک دستی. دست عرق کرده. بیریج اصلا این بیریجه رو یادم رفته. یه کاری کنم که یادم بیاد. این بیریجه است. یعنی ای اگر از یک زیگلگ استفاده نمی کنید مثل من میشوید. پینگم 200 و با الکترو
یه بریجی کم یادم رفته که حوصله ندارم یاد بگیرم. سکون یکم یادم رفته. یاد نپریم باید. فعلا مولواکم یادم رفته اسمش. مولواک خیلی بشه دست سخته، بهترین بریج دنیاست، ولی بریجایی که من میگم حس میکنم بهتره. یه ما رو حمایت کنیم و برسم به بلادی. خب دوستان ویدیو تمام شد. راحت بشین تمام شد. تا ویدیو دیگه لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیو دیگه بای. 100 تا لایک بدین، لایک و کامنت و سابسکرایب.